روز 26 январ سال 2024 در شهر ادیویلس واقع در کناره‌های شمال لیسابون پایتخت کشور اروپایی پرتغالیا موسم امساله مسابقات گشتین جودو با مسابقه جهانی گراند پریکس پرتغالیا 2024 آغاز می شود. در این مسابقات که با اشتراک 640 ورزشگر از 92 کشور تا 28 январ ادامه می یابد. بنا به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان 9 پهلوان تاجیک 8 مرد و 1 دختر اشتراک می کنند. 52 کیلوگرم اهلیه مومینووا، 60 کیلوگرم محمد صالح قواتوف، 60 کیلوگرم مهرزاد صوفییف، 73 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینوف، 81 کیلوگرم عبدالجلیل زاده محمد جان، 90 کیلوگرم کامرانشاه استوپریان، 90 کیلوگرم رجبوف امید جان، 100 کیلوگرم انورزاده امام میرزا، 100 کیلوگرم ابوبکر یعقوبی. برنامه مسابقه چنین است: 26 январ قوه‌آزمایی در وزن‌های 48، 52 و 57 کیلوگرم در بین زنان و 60 و 66 کیلوگرم بین مردم برگزار می شود. 27 январ قوه‌آزمایی‌ها در وزن‌های 63 کیلوگرم، 70 کیلوگرم بین زنان و 73 و 81 کیلوگرم بین مردان دایر می شود. 28 январ قوه‌آزمایی‌ها در وزن‌های 78 کیلوگرم بین زنان و 90، 100 و 100 پلوس بین مردم برگزار می گردد. بجز از مدال‌های طلایی برای غالبان جای اول در همه 14 وزن 3000 یورو، برای مدال نقره 2000 یورو و برای صاحبان مدال‌های برنجی 1000 یورو جایزه‌ها نیز مقرر کرده شدند. اینچنین اشتراکداران این مسابقه با نفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی می‌گردند. گشتین جودو از انگشت‌شمار رشته‌های ورزش است که پهلوانان تاجیک در عرصه‌های بین المللی به دستاوردهای نسبتاً بهتر نائل شدند. سال 2023 در دهگانه بهترین ورزشگران سال تاجیکستان نیز اکثریت را نمایندگان گشتین جودو به دست آوردند.